رحمت الله و برکاته. یک بار دیگر برای همگی خواهران عزیز، امروز دوام درس عقیده طحاوی که ما درس گذشته درباره بدی های تفریقه و اینچنین درباره چقدر پیامدهای خطرناک دارد، چقدر ضربه به کمین مسلمان ها میزند و تا می توانند مسلمان ها باید با هم یک جایه باشند تا اینکه قوت آنها ضعیف نگردد و جماعت آنها پراکنده نگردد. در این باره صحبت کردیم. الحمدلله امروز درباره چگونگی این دین و چون کتاب هم به آخر رسیده ایستاده است، یک ملخص خیلی خوشرو میکنند. مؤلف میگویند و دین الله فی الارض و السماء واحد و هو دین الاسلام. قال الله تعالی ان الدین عند الله الاسلام و قال تعالی و رضیت لكم الاسلام دینا و هو بین الغلو و التقصیر و بین التشبیه و التعطیل و بین الجبر و القدر و بین الامن و الایاس. میگویند و دین الله در زمین و در آسمان یکتا هست، آن هم دین اسلام است. یعنی اگرچه در روی زمین دینی بود پرستی باشد، یهودی باشد، نصرانی باشد، دیگر دین های زیاد باشد، اما دین حقی که الله از آن دین راضی هست و باید مردم بعد از آمدن آن دین از تمام دین ها دست کشند، آن دینی یگانه اسلام می باشد که الله در سوره آل عمران می گوید در آیت 19 ان الدین عند الله الاسلام. یگانه دینی که الله آن را قبول میکند همان و فقط یک دین در نزد الله آن دین اسلام است. و در سوره مائده میگوید من برای شما دین اسلام را همچون دین راضی گشتم، یعنی دیگر دین ها را الله اصلا قبول نمیکند. و میگویند و این دین یعنی دین اسلام بین از حد سخت گذری، از حد سختگیری و مقصری یا کوتاهی و بین تشبیه یا اینکه تعطیل و بین جبر و قدر و بین امن و ایاس هست که اینها رو انشاءالله کم کم گرفته می رویم. اولا درباره دین اسلام چه خیلی گفتم، نباید یگان مسیحی، یهودی یا هر کی هم باشد بعد از آمدن دین اسلام بگوید که نه همه در دین خودش است. دین اسلام از دین‌هایی هست که تمام شریعت‌های پیشتره را منسوخ کرده است و بعد از آمدن دین آخران دین اسلام یگان دین قبول نیست. این گونه بعضی فکرها هست که مسیحی‌ها هم خدا میگویند، یهودها هم خدا میگویند، آنها هم دین آسمانی خود را دارند، چی میشود همه به دین خودش باشد. نه، الله میگوید و رضیت لكم الاسلام دینا، من برای شما اسلام را همچون دین راضی شدم، راضی هستم. باید دین در روی زمین دین اسلام باشد و هر کسی که حتی بهترین نصرانی، بهترین یهودی، بهترین بت پرست در دین خودش باشد هم بعد از آمدن دین اسلام آن کافر است و دین او دیگر یگان ارزش در نزد پروردگار ندارد. و میدانید که با گفتن اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله سرخم کردن به شریعت الله انسان مسلمان می شود، ولی با دروغ شماریدن یکی از احکام های الله یا یکی از حلال و حرام های الله را انکار کردن یا مسخره کردن یا اینکه قبول نکردن انسان از دین خارج شده می رود. و اینجا مؤلف چیزی عجیبه میگویند چگونه که به دین اسلام در آمدن آسان است، از آن بر آمدن هم آسان است. به خود آید آنهایی که شریعت را مسخره میگیرید، یکی از احکام های الله را یا به گردن نمیگیرید، میگوید این به من لازم نیست، یا اینکه مثلا یکی از سنت یا اینکه یکی از فرض های الله را میخواهید کاملا تکذیب کنید، یعنی نه این گونه چیز نیست مگر عقل این را قبول میکند. گویان عقل رو پیش میگیرید. خیلی خیلی از دین برآمده رفتن با یک دروغ شماریدن، با یک مسخره کردن، با یک
متکبری کرده من این رو قبول ندارم، اگر در قرآن باشد هم من نمیتوانم با این زندگی کنم گفتن، انسان از دین خارج شده می رود. یعنی همان گونه که داخل شدن به اسلام خیلی آسان است، خارج شدن از آن هم آسان است که خیلی باید به زبان خود علل خصوص انسان اهمیت دهد. چیزی دیگر وقتی میگویند دین پایدار دین اسلام است، خداوند متعال وقتی دین اسلام را به واسطه پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم به من و شما فرستاد، یگان جنبه یا گفتم یگان طرفی حیات ما نیست که آن در شریعت وجود نداشته باشد. از پیدا شدن در شکم مادر تا داخل شدن به جنت، همه جانب های حیات را، معامله با فرزند، با پدر و مادر، با همسایه، با خویش و تبار، خرید و فروش، همه زندگی من و شما را خداوند یا در قرآنش یا در سنت پیامبرش با واسطه پیامبرش به ما بیان کرده است. و انسان وقتی که همان گونه که اسلام حقیقی هست زندگی میکند، دیگر هم از مشقت های دنیا هم از مشقت های آخرت در امان میماند. ولی چی کنیم که ببینید که امروز یگان دولت را تقریبا پیدا نمی کنید که کاملا از شریعت الله زندگی کنند. آوردن حکم های مردم را، شریعت های ساخته مردم را، قانون هایی که حتی نویسنده هایش به آن قانون عمل نمی کنند. میگویند دموکراتیا، نمیدونم میگویند چیز دیگر، و میبینید که گویا آن قانون ها فقط برای سرکوب کردن مردم است. اما اگر با شریعت الله در روی زمین حکم رود، در آنجا هیچ فرق نمی ماند، نه بالای در کرسی نشستن نه آنهایی که در پایان هستند. ولی هیهات که بعد از دقیقاً عصر صحابه ها اگرچه حکم های شرعی یا دولت های اسلامی بود، ولی همان گونه که در زمان پیامبر و اصحاب پیامبر بود نبود و رفته رفته الان میبینید که تقریبا الان ما پیدا کرده نمیتوانیم. و پروردگار در این دینش کلن هر چیزی که برای ما لازم است آن را بیان کرده است و هیچ مسئله از مسائل زندگی شما پیدا نمی کنید که اسلام از آن نگفته باشد، یا به آن مانند چیزی را گفته است یا خود آن را پیامبرش به ما یا وارثان پیامبرش علما به ما واضح و روشن فهمانده اند. و مؤلف میگویند و مایان این دین اسلام ما بین غلو و تقصیر است. یعنی غلو معنایش از حد سختگیری، تو اندازه سخت میگیری که خودت به آن مطابقت کرده نمیتوانی، خودت با اون زندگی کرده نمیتوانی. در ما حدیث صحیح هست، حدیث حضرت عایشه که وقتی 3 نفر آمده از عبادت پیامبر میپرسند و جواب داده میشود، آنها گویا که این رو کم میبینند. یکی از آنها میگوید من اصلا گوشت نمیخورم، دیگری میگوید من دیگر اصلا به زنم به همسرم نزدیکی نمیکنم یا حتی ازدواج نمیکنم، دیگری میگوید من اصلا شبها خواب نمیروم، تخت خوابم رو ترک میکنم. پیامبر میگویند چی است؟ کی هستند این مردمی که این گونه و این گونه گفتند؟ من هم روزه میگیرم، هم افطار میکنم، هم خواب میکنم، هم ازدواج میکنم، هم گوشت میخورم و این سنت های من است. کسی از این سنت های من دست کشید او از من نیست. و اینجا الله میگوید یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. ای اونهایی که ایمان آوردید، طیبات یعنی چیزهای خوبی حلال پروردگار رو به خود حرام نکنید، به خود حرام نکنید. یعنی بعضی ها هستند که تقوا میگویند چقدر چیزهایی که شریعت اجازه داده است آن را به خود حرام میکنند. این هم یک گناه است، این هم بدعتچگی است. وقتی تو چیزی که در شریعت نیست آن را میگیری و تقوا میکنی. عیناً سبحان الله خرافات های بافته شده خیلی در ما در مردم زیاد هستند. اصل شریعت در یک طرف مانده است، از نماز از تا نماز شام لباس شستن ممکن نیست، فلان چیزها رو خوردن ممکن نیست،
نیست، موی سر رو نمیدونم به اینجا و به آنجا ماندن ممکن نیست. چقدر چیزهایی که یگان توی اون به شریعت رابطه ندارد و گویا برای مردم رو خیلی شریعت سخت است. اگر با اسلام زندگی کنید این همه چیز برای شما ممکن نیست. گفتن اینها رو بافته و ساخته باشند. چیز دیگر عیناً همین آیتی که الله میگه یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین، یعنی ای آنهایی که ایمان آوردید به خود طیبات الله را، یعنی چیزهای حلال خوب و گوارایی که الله برایتان حلال کرده است آن را حرام نکنید. در تفسیرش میگویند یک چند صحابه علی ابن ابی طالب، عبدالله ابن مسعود، مقداد ابن اسود، اینها همه جمع شدن و باره گفتن دیگر ما خیلی تقوا میکنیم. چیکار میکنیم؟ در خانه ها می نشینیم، به همسرمون عموما نزدیکی نمی کنیم، لباس های خیلی خیلی ساده و ارزان می پوشیم و درست از آن خوراک ها هم نمی خوریم و حتی خودمون رو توره میکنیم که هیچ شهوت نداشته باشد. وقتی که این گونه با خود یک تقوایی رو پیشه کردن، این آیت نازل شد که آخر چرا به همسر نزدیکی کردن، لباس رو تا حد اسراف نیست، لباس خوب پوشیدن خصوصا برای مردهایی که شرایط دارن و این چونین خوراکت وقتی از حرام و شبهناک نیست از آن به سیری خوردن، اینها یگان تاش حرام نیست. برای خود چی نکنید؟ برای خود اینها رو حرام نکنید، حلال های الله رو حرام نکنید. یعنی یکی از نوآوری یا گفتیم بدعت این است که چیزی که در شریعت نیست یا در شریعت مستحب هست به منزلت فرض برآورده می شود، یعنی و خیلی به این سختگیری میکنن که گویا که این شریعت است. و عجیبش این است که کارهایی که باید سختگیری کرده شد به خاراکتر بعضی و اگر راست نآید به اون نگاه هم نمیکنن. چیزهایی که به خودشون خیلی معقول است، مانند اینکه بعضی برادرها ریش نمیمونند و زن خود را میگن کلا سیاه پوش، حتی چشمانت را بپوشان، گویا که این تقوا هست. تقوای خودت چی برادر؟ برای خود تقوا نداره. یا بعضی زنها خیلی در بعضی مسئله ها تقوا، از یک طرف دیگر میبینید که کلا در بعضی شبهات بزرگ افتیدن. یعنی از حد یک چیزی که در شریعت اون فرض نیست یا اصلا نیست تو به خود دین گران سخت میکنی، این چی است؟ این بدعتچگی، این ویران کردن دین است. عیناً همین گونه تقصیر هم، یعنی چیزی که از دین است اون رو خیلی سبک میگیری. خیر الله مثلا این چیز رو کرد، سبکترش هم می شود. مانندی بعضی ها که تماما دیگر دین فقط برای مصلحت مردم آمد گویان، هر چیزی که در شریعت کمی برخلاف میلشان هست کلا یک طرف میکنن، از حد سبکگیری هم نمی شود. خداوند خرسندی رو حرام نکرده است، زنها با حجاب برآمده رقصید. توی روز خرسندی هست، حتی گناه کبیره باشد هم از بعضی از موسیقی و از بعضی آمیختگی ها استفاده برید. این هم از حد سبکی است. یعنی شریعت هم سبکی دارد هم سختی. بین این دو چیز است، نه سبکگیر باید باشد، نه سختگیر که خودتان به آن سختگیری خود زندگی کرده نتوانید. یک زمان بود بعضی انسان‌هایی رو میشناختیم که از حد سختگیری میکردن و به مثلا بعضی مسلمان‌ها با نظر این یک بی‌تقوا نگاه میکردن. پس از مدت دیدیم که خدایا حتی بعضی فرض‌های الله رو ترک کرده رفتن که من همین قدر میتوانم گویان. یعنی دین را چقدر به خود سخت گرفتند و خود شکسته شدن. بعضی های دیگر هم هستند که دین را سبکگیران بدین هم شده رفتن. نه اینش هیچ گپ نه، آن هم هیچ گپ نه، رفته تمام نماز نخوانه هیچ گپ نه، به سطر هم هیچ گپ نه، لباسی تونیک کوتاه و خوش رو پوشد هم زن این سطر حساب می شود. رفته شیم های تنگ یا گفتیم از آن شلوارهای تنگ پوشد هم می شود. کلا تماما از تقوا برآمده رفتن. دین بین چی هست؟ هم سختگیری دارد هم سبکی دارد. نباید نه سختگیر بود نه سبک. چیزی دیگر میگویند و بین تشبیه و تعطیل. و ما میگویند مسلمان ها هر صفتی که خداوند آن را وصف کرده است یا در قرآن
یا با زبان پیامبرش، مانند صفت بیناییش، صفت شنیدن، صفت گفتن، اینها رو میگویند تعطیل، یعنی کلا از بین هم نمیبریم که نه این رو به الله نباید ما وصف دهیم، الله رو به یگان چیز مانند میشود، نه ما تشبیه میکنیم. خداوند شنوا هست، همان شنواگی که به خودش زیبنده است، کما یلیق بجلال وجهه و عظیم سلطانی. نمیگویی که خداوند چخیل میشنیده باشد مثل گوش، یعنی اگر گوش گفتیم خداوند مگر گوش دارد؟ این گونه بعضیا تماما شنیدن رو از خداوند گرفتن یا گفتن به خداوند این صفت رو ندهید. بعضیا باشد نه مثل گوش ما میشنود، گویان نعوذ بالله خداوند رو به جسم مانند کردن. میگویند ما هر صفتی که خداوند برای خود وصف کرده است میگوییم آن همان گونه که لایق الله و زیبنده الله هست، همان گونه از آن خودش هست. نه الله رو به چیز مانند میکنیم، نه صفتهای الله را از پروردگار کاملا میگیریم. شنوا هست همان گونه که به خودش میزیبد، گویا هست همان گونه که به خودش میزیبد و صفت خودش هست، اما چگونه میشنیده باشد مثل ما؟ اینها همش انسان رو به کفتن فقط به گمراهی میبرد. چون پیامبر الله سبحان الله حضرت عیسی میگویند تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ما فی نفسک. پروردگار آنچه در خود من هست تو میدانی، من باشم آنچه در تو هست نمیدانم. علم پیامبران درباره ذات الله رفته نمیرسید، از کجا رسد به ما؟ پس ما اهل سنت و جماعت پیروان پیامبر صلی الله علیه و سلم، صفت هایی که خداوند خودش رو وصف کرد، چه از صفت دست باشد، چه بیناییش، چه شنوایی، چی محبت، چی با تو بودن، همان گونه که لایق پروردگار است به خودش اون صفت ها رو منسوب میکنیم، نه به کسی مانند میکنیم، نه اون صفت ها نه این صفت ها رو نگوید گویان از آن سلب میکنیم. و باز میگویند و این چونین بین الجبر و القدر. این خیلی مهم است. یک گروه هستند چی گناه نکردن میگویند این تقدیر است، یک گروه هستند چی کار نشد میگن این از خود من هست، اینجا هیچ کس نه، من خودم هستم. گویا که حتی در کجا تولد شدنشان رو هم خودشان انتخاب کرده باشند. جبری آنهای هستند که یا جبریه آنهای هستند که میگویند ما انسان ها بیچاره هستیم، خداوند به ما تقدیر کرد و اون تقدیر خواه و ناخواه می شود و ما هیچ کار کرده نمی توانیم. برای همین برای گناه هایمان هم نباید سوخته شویم، برای ثوابمان هم نباید داخل جنت شویم. ما گویا که همون گونه که با ریسمان یک چیز رو این طرف و اون طرف تکان میدی، همون گونه هستیم. یعنی همه چیز رو میگوین تقدیر. من دروغ گفتم این تقدیر بود، من دزدی کردم این تقدیر بود، تو نمازخوان هستی تقدیر است، من بی نمازم تقدیر است. همین گونه همه چیز رو بالای تقدیر می اندازن، یا گفتیم در همه جا تقدیر رو عیبدار میکنن. این سرنوشت من است، این پیشانه من است گویان. یک گروهی دیگر باشند قدری کلا تقدیر رو انکار میکنن، میگوین هر چی میکنی اون تقدیر نیست، همش رو خودت کردی، خداوند تو رو آفرید و پرتافت، چی کار خواهی کن گفت، بعد از آن و تو یا مجازات میدید یا مکافات. نه، مایان هم به تقدیر ایمان داریم، هم از پی عمل هستیم و یقین میدانیم که تقدیر از اسرار پروردگار است. هرچی درباره تقدیر گفت و کوف کردید، هرچی به سوالهای باز هم دشوارتر و هرچی با هزار و یک دروازه های شک و شبهه داخل می شوید. ما به تقدیر یقین داریم، همه چیز را الله می دانست و مقدر کرد و نویست و از ما عمل را طلب کرد و ما میکنیم تا آخری عمر از پی عمل کردن هستیم. عمل کردیم نشد، هرچی خواستیم نشد، دیگر تقدیر است که آن تقدیر به ما اجازه نمیدید. نه از آنهای هستیم که بگوییم هرچی به سرم می آید تقدیر است، من عیبی ندارم. نه از آنهای هستیم که بگوییم که عموما تقدیر وجود ندارد، هرچی هست به دست خودم هست. یعنی نه این طرف نه اون طرف هستیم. دیگر چیزی دیگر میگویند و بین الامن و الیاس، یعنی و مایان بین امید و ناامیدی، nebo بهترش بگویم بین امید و ترس هستیم. و این رو پیشتر هم گفتیم و همیشه باید بگویم و اعتقادا در قلب‌های خود
ریشه دوانانیم. یعنی خیلی باید در قلب ما این چیز استوار بیستد. مسلمان ایمانش قوی نمی شود تا زمانی که از الله 100% بترسد و 100% به او امید داشته باشد. نه نیم به نیم. پر من از الله می ترسم که با غضبش من رو داخل دوزخ میکند، باز من پره به الله امید هم دارم که با رحمتش من رو داخل جنت میکند. در دنیا هر کسی که از حد از الله ترسید، خیلی الله غضبش بالاست، دوزخ الله، جهنم الله، او رفته رفته همیشه با ناامیدی زندگی میکند. هرچی کنم هم گناه، دیگر همه چیز گناه هست در این دنیا گویان. اونهایی که از حد به الله امید دارند و دیگر ترس در قلبشان نه، به گناه دست زدن میگیرن که خداوند بخشنده مهربان است، خداوند بخشنده مهربان است. و میبینید که به امید الله تکیه کردند و جباری الله، عزیز و ذو انتقام بودن الله، یعنی شدیداً جزا گرفتن یا گفتیم داخل جهنم شدن را فراموش کردن. مؤمن باید هم امید داشته باشد هم ترس داشته باشد. هر جایی که امید و ترس است، نه تو از حد از خود می روی، نه تا حد می ترسی که دیگر کلا ناامید باشی. یعنی هم امید داشته باش به رحمتش، هم احتیاط باش که او عزیزون ذو انتقام است، عزیزی هست که از تو انتقام میگیرد. پس مؤمنان چی داریم؟ این دو چیز زید در ما هست، یکی هم ترس زیاد داریم، هم امید داریم. ولی چیزی خیلی تأثیر بخشی است از حیات امام شافعی، میگویند وقت پیش از مرگشان، وقتی که از شاگردانشان میپرسد که چی حال داری، میگویند تا امروز با ترس از الله زندگی کردم، الان که در لحظات آخر زندگی هستم و دارم به سوی پروردگار قدم مینهم، فقط در قلبم امید است. و برای همین میگویند تا وقت مرگ همیشه با خوف و با امید زندگی کن، اما وقتی عجلت نزدیک شد فقط امید ببر، فقط قلبت رو پر از امید کن که خدایا من به نزد تو رفته ایستادم، خدایا دیگر مهلت سفر من در این دار و سفر یا گفتم در این دنیای غربت تمام شد، خودت مرا به رحمتت بگیر که با امید وقتی رفتید. حدیث پیامبر است که همان گونه که تو پروردگار را در خاطره ات داری، همان گونه که نسبت او تو امید داری و گمان داری، پروردگار همان گونه است. امید کن. یعنی تا وقت مرگ یا گفتیم تا آمدن نشانه های مرگ، ترس خیلی در ما باشد، امید هم خیلی باشد، اما وقتی رسید که دیگر لحظات آخر زندگی هست، بگوید من فقط امید دارم به تو، غیر از امید چیز دیگر ندارم. این خیلی چیزی خوب است که انسان با امید می رود. این درباره مؤمنان بود و در دوامش می گویند و هذا دینون و اعتقادون ظاهرا و باطنا. آخران جمله ها را در کتابشان می گویند و انا همین دین ما هست، اعتقاد ما هست، هم ظاهری هم باطنی، هم در قلب ما هم در زبان ما. و نحن براء الی الله تعالی من کل من خالف الذی ذکرناه و بیناه. و ما به پروردگار و ما در نزد پروردگار براءت می جوییم، یعنی بیزاری می جوییم از هر کسی که آن چیزی که در این کتاب گفتیم خلاف آن را می کند. و از خداوند می پرسیم ان یثبتنا علی الایمان، ما را در دینش ثابت بدارد، و یختم لنا به، و لحظه های واپسین حیات ما را، خاتمه عمر ما را با همان ایمان بگیرد. و یعصمنا من الاهواء المختلفه، و ما را خودش نگه بدارد از تمام هوا و هوس‌های مختلف و گوناگون. و الاراء المتفرقه، و فکرهای پریشان. و المذاهب الردیه، و از تمام مذهب‌های
پست و عقیب. مثل المشبهه، مانند مشبهه، گروهی که نعوذ بالله تمام صفاتهای الله را مثل انسان گفتن. مسیحی ها وقتی گفتن عیسی مثل الله هست، آنها گفتن الله مثل انسان است. نعوذ بالله. مشبهه یک فریقی هستند که دست الله مانند دست مایان، چشم الله مانند چشم مایانگویان. نعوذ بالله. لیس کمثله شیء میگوید الله و هو السمیع البصیر. کسی مانند الله نیست. الله به چیزی به کسی مانند نیست، اما او باز شنوا و بینا هست. این مشبهه، این گروه هستند و بودند که الحمدلله الان آنقدر ظهورشان نیست. مانند میکردند تمام صفاتهای الله را به انسان. ولی المعتزله، و ما نیستیم مانند معتزله، گروهی که چند چیز را گفتن به الله این چیز واجب است، الله باید این را کند، الله باید در وعدهش بیستد، یا مثلا گفتن هر چیزی که در عقل خوب است اون رو میتوانی شریعت بگویی. عقل رو همیشه از قرآن و از سنت پیشه کردن. یا که جهمیه، اونهایی که گفتیم نعوذ بالله تمام صفاتهای الله رو انکار کردن، گفتن اگر الله رو شنوا گوییم به انسان مانند می شود، الله رو اگر گفتیم سخن میکند یا صفت کلام الله به انسان مانند، الله یگان صفت ندارد، فقط هست و خلاص. یعنی این گونه بودن. ولی جبریه چه خیلی که در بالا گفتم، اونهایی که میگن همه کار تقدیر است ما بیچاره ایم. ولی قدریه، اونهایی که تماما تقدیر را من کردن. و غیرهم من الذین خالفوا الجماعه، و دیگرانی که جماعتی مسلمان ها اهل سنت آن راهی که در آن پیامبر و صحابه ها بودن، آن راه را عکسش را گرفتن، با آن موافقت نکردن. و حلف الضلاله، و رفتن از پی گمراهی. و نحن منهم برعا، و ما از آنها بریم، بیزار هستیم، ما از این گروه ها نیستیم. و هم عندنا ضلال و اردیه، و آنها در نزد ما گروه های ضلال یعنی گمراه شده و عقیب هستند، پست هستند. و بالله العصمت و التوفیق.